دوم طایفه ای را که الله دوست می‌دارد کسی است که در قد راه خواب میکند، همراه خود مال اسباب انجام دارد، یا دروازه‌ش کشاده میماند و خواب میکند دیگه توکلم به خدا. اینم الله دوست می‌دارد. دروازه ما محکم میکنیم و بعدا در جایگاه خوابمون خواب میکنیم، بعد توکل بر خدا میگوییم. دروازه بسته دم الله قدرت دارد که همین قدر مصیبت ها و کشتارهایی که میشود همه اونا دراشون بستن، درهای اونا کشاده نیستن، لیکن ما درهامون بسته میکنیم و بعدا توکل بر خدا میکنیم. یا مثل این که اگر انسانی که دروازه‌ش کشاده ماند یا در یک قد راه خواب میکند و میگوید توکلم به خدا، پیغمبر خدا میگوید این گونه مردها را هم الله دوست می‌دارد. سوم کیست؟